سلام درود دوستان ارجمند. ما حضور داریم در کوچه ساحلی ناحیه فردوسی. این سوی راه گیمنازی رقمی 4 که 3 سال پیش به استفاده داده شد. سبب اینجا نوار گرفتن ما این است که همین راهی که میبینید، پیاده گذاری که میبینید، صبحگاهان بسیار خطرناک میشود، چون که از اون سوی راه هم که اون سوی دریا مردم این منطقه، مردم این محل میبیاند به گیمنازیا، یعنی که برای تحصیل. و این راه، در این راه ما میدونیم که درست است که ما و شما همه با کار به یگان جا یا به یگان سفر شتاب داریم، درست؟ اما همین 5 دقیقه گویا که ما بر وقت رفتن ما به همون جای کارمون یا به همون نقطه‌ای که باید سفر کنیم هیچ چیز را تغییر نمیدهد، یا 5 دقیقه دیر رفتن ما هیچ چیز را تغییر نمیدهد. اما حیات کودکان اینجا، حیات فرزندان ما و شما اینجا زیر خطر گذاشته می شود. به همین خاطر ما پیشنهاد میکردیم که در اینجا یا چراغی که راهنماها نصب کرده شود، یا که از حساب ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه مخصوصا صبحگاهان تقریبا از ساعت 6:37 تا 8 اینجا نوبتدار از حساب آنها گذاشته شود که تا که رفت و آمدی ماشین ها را تنظیم کنند. من باید یادآور شوم که راهبریت خودی گیمنازی هم چاره‌اندیشی کردند و شما میبینید که یک جوان از اون سو، یعنی که یک خواننده مکتب، مخصوصا از خوانندگان صنف‌های بالایی، از اون طرف راه و یک نفری دیگر، یک کسی دیگر از این سو ایستاده راه را به هر حال تنظیم میکنند. اینها نوبتداران اختیاری هستند که در دست چوب دسته دارند و هر زمان ماشین ها را باز می‌دارند تا کودک‌ها بی خطر بگذرند. و حتی امکان دارد که یک پلی کوچک بکنیم که شاید پل از بالای راه بگذرد. این هم امکانیت دارد و فکر میکنم مبلغ زیاد هم نمی رود. مهم چی است؟ مهم حیات انسان، مخصوصا حیات کودکان، مخصوصا اونهایی که آینده ملتند و از 100 گلشان هنوز شاید یک گلش نشکفته است، باید حیاتشان زیر خطر گذاشته نشود. با چشم خودمان دیدیم و شما هم در نوارها دیده استید که با وجود آنه که نوبتداران اختیاری از حساب خوانندگان مکتب برآمده در بین راه با چوب دست ماشین ها را داشته نمیشوند، اما بعضی ماشین ها بدون بازداشتن گذشته میروند، در حالی که کودکان الکی در پیاده راه هستند و این حالت وادار میسازد که چاره اندیشیده شود. این گونه راننده هایی که حیات انسان را به پشیزه نمیگیرند بسیار شدگی هستند.